ای پروردگار تو ذاتی هستی که من خلق کرده ای. برادر عزیز بزرگوار، یک روایت را برای شما مثال میارم. وقتی رب العالمین اراده میکرده است، قصد میکرده است که یک کدام من از شما را خلق کنه، پروردگار از تمام اعضای پدر، از استخوانها، از استخوانها آب جمع میکرده است در ستون مهره پدر. از تمام اعضای مادر آب جمع میکرده است در سر سینه مادر. این آب و یک مدت معن میکرده است که این آب یعنی غوث میشده است. ما و شما آبی منی میگوییم. وقتی این آب به کمال رسید، خداوند در دو جانب شهوت غالب میگردانده است. زن و مرد به هم دیگر میرسند، هم خوابگی میکنند. این آب هر دوش میرود در رحم زن. وقتی یک جایه میشوند، خداوند دو ملائکه را امر میکرده است، دستور میداده است دوام 40 روز این دو آب به هم دیگر خلق میکردند، میکافتند. اگر شما اهمیت داده باشه، زنها وقتی حامله دار میشوند بی خود میشن، بعضی از اونها میپرتایند، بعضی از اونها دیوانوار میشوند بعد از حامله دار شدن شد. به چی خاطر؟ به خاطری که درون شکم اونها آرام نیست. وقتی که این دو آب 40 روز کافته شد، این آب تبدیل به خون می شده است. 40 روز دیگر خداوند امر می کرده است این خون می گذاشتن، آرام می ایستاده است، لر می بسته است و یک گوش پاره می شده است. وقتی که گوش پاره شد، در دوام 40 روز دیگر خداوند صورت کشی می کرده است. 40 و 40 80 40 دیگر 120 روزش 4 ماه می شود برادران عزیز. بعد از آن در 4 ماهگی رب العالمین روح در جسم و بدن این یعنی کودک، یعنی این شخصیت می دمیده است. و نفخت فیه من روحی، رب العالمین میگه ما از روح خودمان در جسم و قالب و بدن این انسان دمیده ایم. برادر عزیز بزرگان، ببین که این کار رد کرده ساده است. خلق کننده خالق من و شما کرده ساده است. وقتی که روح در بدن ما میدمیده است، انسان در سین 4 سالگی در رحم مادر جان در بدنش بوده است. از 4 ماهگی تا 9 ماهگیش خداوند بر ره ناف هر چیزی که مادر یعنی میخوره از او غذا به بدن انسان غذا میبرده است. و چی خاطر؟ به خاطر که انسان به این نعمتهایی که بیرون میبره و استفاده میبره، یعنی که جسم و بدن او آموخته شوه، اینس بگیره، عادت داشته باشه که وقتی تولد شدی از این طعام ها، از این میوه ها خوردی، در بدن تو ضرر ندهند. دوام 5 ماه دیگر خداوند از این غذاها در بدن کودک چیکار میکرده است؟ غذا میبخشیده است، قوت میبخشیده است. در سین 9 ماهگی و 9 روزگیش بعد از آن خداوند امر میکرده است برای بیرون شدنش. پیش از این که این کودک بیرون کنه، رب العالمین در سینه مادر برای او رزق تیار میکرده است. بدید چی میگه؟ میگه غمی روزی مخور، باطل مکن اوراق دفتر را، که پیش از طفل خالق پر کند پیستان مادر را. برادر عزیز، غمی رزق تا نخور. غمی رزاق تو الله است. وقتی تو در دنیا نبودی، پیش از دنیا آمدنت در سینه مادر از بین خون و زرداب برای تو شیر سفید پیدا کرد. وقتی با دنیا را آمدی رزقی تو تیار بود، طعام خورده نمیتوانستی، برای تو رب العالمین شیر مادر تیار کرد. این کار خالقی تو میکنه برادر عزیز. در این جمله سیمش میفته که خلقتنی، ای پروردگار تو من خلق کرده، خلق کننده من تو هستی.